میخوام یه هوش مصنوعی بهت معرفی کنم که کلی قابلیت خفن داره و از همه مهمتر کاملا رایگانه و ایلان ماسک اون رو ساخته. میتونی عکس باش بسازی، میتونی عکس هات رو ادیت و ویرایش کنی، حتی عکس هات رو تبدیل به ویدیو کنی. اگه میخوای آموزش این رو ببینی کانال ما رو سابسکرایب کن، این ویدیو رو هم تا آخر ببین. بزن بریم. سلام به دوستان همراهان همیشگی کانال هوش برتر. توی این آموزش میخوام بهتون یه هوش مصنوعی و یه چت بات رو معرفی کنم که رقیب چت جی پی تی و جمینای هست. یعنی در کنار چت جی پی تی و جمینای میتونید از اون استفاده کنید. اسم اون گراک هست. گراک رو ایلان ماسک ساخته و عرضه کرده و روز به روز هم داره به قابلیتاش اضافه میشه. خب همونطور که قبلا هم میدونید ما بیشتر آموزش هامون توی محیط گوشی هست، به خاطر همین ما باز شروع میکنیم نرم افزارش رو معرفی میکنیم. یعنی شما میرید داخل پلی استور، گوگل پلی استور، سرچ میکنید گراک. من لینکش رو هم داخل دیسکریپشن میذارم که اگر روی لینک کلیک کنید وارد گوگل پلی استور میشید. توی کافه بازار نیست، حالا دلیلش رو نمیدونم، اما توی مارکت بود، چک کردم. و در نهایت برای دوستانی که میخوان از لپتاپ و کامپیوتر استفاده کنن میتونن وارد مرورگر شن و سایتش رو وارد شن. سایتش همیشه grok.com. باز این رو هم داخل دیسکریپشن براتون میذارم. خب میرید داخل گوگل پلی استور، اون رو دانلود میکنید و باز میکنید و در نهایت با یک جیمیل یا ایمیل وارد اون میشید. این محیط خود برنامه هست. من توی این محیط میخوام چند تا چیز رو به شما یاد بدم. کاملا مثل چت جی پی تی که اگه آموزش‌های قبلیمون ندیدید در مورد چت جی پی تی و جمینای میتونید ببینید. یه محیط داره که شما میتونید سوال کنید، یعنی از اینجا ما هر سوالی داشته باشیم براش تایپ میکنیم، مینویسیم و جوابمون رو میده. هر چه شما پرامپت های دقیق تری بدید جواب های درست تری رو میدید. کانال ما رو سابسکرایب کنید. ما در آینده یک دوره پرامپت نویسی قراره بذاریم که به شما یاد بدم چطور یک پرامپت رو بنویسید که نتایج درست بگیرید. یعنی چطور سوال بپرسید که جوابی که میگیرید جواب کاربردی باشه. فعلا این قسمت سوال جواب رو چون خیلی ساده است و خیلی از شما شاید مهارتش رو دارید، مثل بقیه چت بات استفاده میکنید. بیشتر میخوام با قابلیت های دیگه اون آشنا شید. قابلیتی که میخوام از این هوش مصنوعی بهتون نشون بدم قابلیت های ساخت عکس، ویرایش عکس و تغییراتی که تو عکس میتونید بدید و یا دیتا هایی که میتونید از فایل ها و عکس ها بگیرید مانور بدم. خب ببین این هوش مصنوعی رایگان هست. قابلیت رایگانش خیلی زیاده. در روز و ساعت شما چندین عکس، ده ها عکس میتونید بسازید و خیلی صورت خوبی داره. حالا میریم با هم شروع میکنیم. من یک پرامپت بهش میدم، میخوام یک عکس رو برای من بسازه. من یک پرامپت آماده دارم، میام بهش میگم من میخوام این رو پاک میکنم. یک تصویر رو، یک پرامپت دارم، میگم یک تصویری میخوام باشه که یک دختر در کنار یک ماشین لامبورگینی توی فضای تهران باشه و حالا اون جو و خیابونی هم که میشه کاملا طبیعی باشه. خب ببین من به محض اینکه پرامپت دادم خیلی سریع دو تا عکس برای من ساخت. ببین عکس‌ها رو میریم با هم میبینیم. ببین این همون لامبورگینی هست. حالا فضا رو سعی کرده اون دختر رو با اون شرایطی که ما خواستیم خواسته چیز کنه. این هم عکس دومش هست. حالا من ازش خواستم 206 و یا پراید توی پس زمینه باشه. این عکس اگر از این عکس خوشتون اومد میتونید اون رو دانلود کنید. مثلا دانلود رو میزنید دانلود میشه. اگر نه مجدد میتونید دوباره همون پرامپت رو براش ارسال کنید. ببین من دوباره میام همون پرامپت رو میذارم، با چه سرعتی دو تا عکس دیگه میده. حالا ممکنه بهتر شه، ممکنه بدتر شه، ولی خب چون محدودیت شدیدی نداره و میتونیم عکس های زیادی رو در ساعت و در روز استفاده کنیم، میتونیم دوباره ازش بخوام یه عکس دیگر رو برای ما بسازیم. خب حالا از هر کدوم از این عکس ها که خوشمون اومد میتونیم دانلود کنیم. یعنی شما هر پرامپت رو که بهش بدید به سرعت اون رو تبدیل به عکس میکنه و با کیفیت خوبی هم این کار انجام میده. حالا من هر یکی از این عکس ها رو مثلا ذخیره میکنم، خوشم اومده، حالا میخوام اینو ادیت کنم. ببین شما هر عکسی رو داشته باشید میتونید به این برید و ازش بخواید ادیت کنه. مثلا برای مثال من میخوام همین عکس رو بیام، مثلا الان من این عکس رو که دانلود کردم دوباره میام از این قسمت عکس رو انتخاب میکنم، مثلا همین عکس رو انتخاب میکنم و زیرش میام یه توضیحات میدم. مثلا من الان تو مرحله اول ازش میخوام که شما مثلا این عکس رو کارتونی و انیمه کن برای من، یعنی به صورت انیمیشنی این رو برای من در بیار. من فقط نوشتم این کارتون رو، این عکس رو کارتونی و انیمه کن.
ببین خیلی سریع عکس رو تبدیل میکنه و معمولا هم دوتا میده که از این دوتا ما یکی رو میتونیم انتخاب کنیم. حالا این عکسی بود که ما خودمون الان ساختیم. شما هر عکسی رو که توی حافظه گوشیتون میدونید دارید رو میتونید بدید و به سرعت به یک انیمه و نقاشی تبدیل کنید. یا میتونید بگید مثلا من آب رنگ میخوام باشه یا هر چیز دیگه، یا دوباره من مجدد رو انتخاب میکنم. ببینید دوباره همین انتخاب میکنم. این دفعه من ازش میخوام یه تغییرات ادیتی توی چیز بده. من ازش میخوام که ماشین لامبورگینی رو برای من زرد کن، موهای دختر مشکی کن، لباسش هم تغییر بده. یعنی من اومدم یک عکس رو بهش دادم و ازش خواستم که برای من ادیت کنه. شما هر عکسی رو میتونید بدید، یعنی عکس‌های خودتون تو گالریتون. ببین من ازش خواستم لامبورگینی رو برای من تغییر رنگ بده، لباس دختر و شلوارش قرمز کنه، موهاش هم مشکی کنه. ببین دقیقا اون تغییرات هم کاملا هم طبیعی. حالا شما هر عکسی تو گالریتون دارید رو میتونید بهش بدید و خیلی راحت با یک پرامپت ساده و حتی فارسی خودمونی این کار انجام بدید. خب مورد دیگه که میتونیم انجام بدیم اینه که پس زمینه عکس رو عوض کنیم. من میام همون عکس رو دوباره انتخاب میکنم. ببین من الان میخوام یه جمله ساده بگم، مثلا میخوام پس زمینه من برج ایفل باشه. یعنی من میخوام پس زمینه رو عوض کنی و یه پس زمینه برج ایفل بندازی. یه جمله ساده میدم. اگه بخوام چیز بیشتری بخوام میتونم توضیحات بیشتر بهش بدم، یعنی بیام جزئیات رو هم بیان کنم. خب حالا برای من این کار رو انجام داد. یه وقتی خب این کار رو خوب انجام میده، وقتی میبینم مثلا 2 تا برج ایفل انداخته، میتونیم ازش بخوام توضیحات بیشتری بدیم، بگیم مثلا یه برج ایفل بنداز یا فقط پس زمینه برج ایفلی باشه که حالا با یه مشخصاتی که بهش میدیم. یا من دوباره همون عکس رو انتخاب میکنم، مثلا این بار ازش میخوام پس زمینه رو برای من تغییر بده و پس زمینه دریا بکن، پس زمینه ساحلی داشته باشه. یعنی شما هر عکسی رو که داخل گالریتون دارید، هر عکسی رو که با گوشیتون گرفتید یا هر عکسی رو که ساختید و میخواید ادیت روش انجام بدید، با یک جمله ساده اینجا میتونید اون رو تغییر بدید. حتی مثلا عکس بی‌کیفیتی دارید، بگید اون رو با کیفیت کن. عکس پس زمینه‌اش رو میخواید حذف کنید یا یه قسمتی از عکس رو میخواید حذف کنید. ببین الان این رو کاملا طبیعی برد داخل فضای ساحل. 2 تا عکس هم میده، هر کدوم خواستید میتونید انتخاب کنید. یعنی شما میتونید کاملا ادیت و فتوشاپ رو با چند تا جمله روی عکس توی گراک انجام بدید. حالا حالت بعدی، حتی اینجا ببین خودش هم پیشنهاد میده، مثلا میگه میخوای سبک نقاشی روغنش بکنم، میخوای مثلا پرندگان باشه، میخوای دریا طوفانی باشه. مثلا الان من یه سبک نقاشی رو با روغنش هم امتحان کنیم چه شکلی میشه. بعضی وقتا خب جالب میشه، بعضی موقع خب نه. یعنی شما هر پرامپت و توضیحی بدید این متوجه میشه و اون رو تبدیل به عکس میکنه. حالا اون عکسی رو که بود رو تبدیل به مثلا عکس رنگ روغن کرده. حالا با توجه به اینترنتی که دارید و اینکه سرورها چقدر شلوغ هست، میتونه خب این رو مثلا به صورت نقاشی رنگ روغن کرد. حالا میشه هر توضیح و پرامپت دیگه براش نوشت. یکی از کارهای دیگه که میتونیم انجام بدیم اینه که ما به اون عکس فایل ورد، اکسل یا هر چیزی رو بدیم و ازش بخوایم که از اون دیتا استخراج کنه. مثلا الان من یک عکس رو که حاوی متن، یه متن انگلیسی بهش میدم و ازش میخوام که اون رو برای من ترجمه کنه. ببین من اومدم یک خب الان زد که عکس رو نمیتونم. خب در اینجور موارد من میتونم یه چت جدید باز کنم. یعنی شما از این بالا یه چت جدید باز کنید. یه وقتی عکس رو شناسایی نمیکنه، میام عکس رو انتخاب میکنم، ازش میخوام که این رو برای من ترجمه کنه. یعنی من اومدم یک دونه عکس بهش دادم، یعنی یه دونه عکس که حاوی یه متن انگلیسی بود بهش دادم و ازش خواستم که اون رو ترجمه کنه و برای من ترجمه کرد. زندگی مانند آینه است، بهترین نتایج رو زمانی به دست می‌آورید که به آن لبخند بزنید. این قابلیت رو برای دوستانی که دانشجوان یا تحصیل میکنن میتونن خیلی راحت از روی صفحه کتابتون عکس بگیرید، اون عکس رو بهش بدید و همونجا خیلی سریع براتون ترجمه کنه. و یا اصلا فایل های مثل ورد و اکسل رو بدید و برای شما اون متن رو استخراج کنه. این قابلیت هایی بود که میتونستید از هوش مصنوعی گراک استفاده کنید در مورد عکس، ادیت، ویرایش و استخراج دیتا هایی که میتونستیم ازش داشته باشیم. خب یه قسمت دیگه ای که جدیداً اضافه شده و شما میتونید عکس به اون بدید و اون رو به ویدیوهای کوتاه تبدیل کنید. از این بالا میاد داخل این قسمت شما یکی از این افکت ها رو انتخاب میکنید. مثلا من این افکت رو انتخاب میکنم
وقتی روی این بزنید شما این افکت رو میتونید ببینید که حالا افکتی متناسب با یه عکسی، شما میتونید یک عکس رو بدید و این افکت ویدئویی روش بندازید. خب ببین الان من دوباره میام همون عکسی رو که ساختم مثلا انتخاب کنم، این عکسی که ساختم رو انتخاب میکنم و این افکت ویدئویی روش اعمال میشه. خیلی هم سریع این کار انجام میشه، حدودا شاید کمتر از 30 ثانیه، یه دقیقه. الان ببین 22% انجام شد. این افکت رو میندازه و ویدیو ما رو به حرکت، عکس ما رو به حرکت در میاره که حالا ما اگه بگردیم توی اون افکت های افکت متناسب با ویدیو عکسمون میتونیم انتخاب کنیم. الان این رو برای ما انجام داد، ببینیم به چه شکلی هست. خب این عکس رو به حرکت در آورد. بذار ببینیم. این دقیقاً عکس رو داخل خیابون به حرکت در آورد، یعنی ما این رو فقط عکس رو بهش دادیم، افکت رو انتخاب کردیم و اون عکس رو به حرکت در آورد. یعنی میتونید حالتهای دیگه ای رو انتخاب کنید و برگردید داخل همینجا مثلا افکت های دیگه ای رو انتخاب کنید که به صورت دیفالت هست. مثلا شما میتونید انتخاب کنید متناسب با اون عکستون اون رو به حرکت در میاره. ببین مثلا میتونم این انتخاب کنم، این مثلا چه شکلی میشه. دوباره میام همین انتخاب میکنم، ثبت میکنم، اون افکت روش اعمال شه. معمولا یه آنالیز روی عکس میکنه و متناسب با اون عکس و فضا سعی میکنه اون افکت روش اعمال کنه. هرچی عکستون نزدیکتر به اون عکس دیفالت خودش باشه، خب نتیجه کار بیشتر شبیه اون میشه. اگر نه که احتمالا بر اساس اون عکس و ترکیب اون میاد یه افکتی رو روش پیاده میکنه. خب ببین نتیجه این چی شد. یه مقداری میگم به سرعت اینترنت هم وابسته است، یعنی باید شما سرعت اینترنت خوبی داشته باشید که خب این هم تقریبا همون راه رفتن رو انجام داد، حالا با یه سبک دیگه ای و یه مدل دیگه ای. یعنی شما این عکس رو وقتی بهش میدید این احساس کنید که باید توی این خیابون این رو این صورت متحرک کنه و به حرکت داره. خب برای بعضی از عکس ها واقعا کاربرد داره، برای خیلی از کاراتون میتونید از این قسمت هم استفاده کنید. این یه چند تا از قابلیت هایی بود که توی گراک هوش مصنوعی ایلان ماسک میتونید ازش استفاده کنید. هرچی بیشتر تمرین کنید بیشتر با قابلیتاش آشنا بشید. یکی از خوبیاش اینه که سرعت خیلی خوبی داره و از همه مهمتر محدودیت هایی که چت جی پی تی داره رو اینجا ما نداریم. خب به پایان ویدیومون رسیدیم. آموزش های دیگه ای توی کانال ما رو ببینید، کانال ما رو سابسکرایب کنید. آموزش های جالبی از هوش مصنوعی ها و چت بات ها خواهیم گذاشت که میتونید از اون استفاده کنید. موفق باشید. ممنون و متشکرم.